آیا متفورمین باعث نارسایی کلیه میشه؟ یه سوالی که خیلی از اوقات عزیزانی که دیابت دارن از من میپرسن و نگرانند که متفورمین من عوض کن چون شنیدم باعث نارسایی کلیه میشه. بابا این دارو باعث نارسایی کلیه نمیشه. در دنیا داره استفاده میشه، هنوز هم جزو خط اول درمانه در بسیاری از جاها، ولی در کسی که نارسایی کلیه داره و کراتینینش بالاست ما استفاده نمی کنیم. معنیش این نیست که این دارو باعث نارسایی کلیه بشه. در کسانی که عملکرد کلیهشون زیر 30% هست خب استفاده نمی کنیم و بین 30 تا 45% اگر باشه بر اساس حالا فرمول هایی که ما داریم GFR 50% دوزو میدیم، مثلا 1 گرم از این متفورمین استفاده میشه و اگر که عملکرد کلیه خوب باشه تا 2 گرم و یا حتی کمی بیشتر هم میتونیم از متفورمین استفاده بکنیم. متفورمین داروی خوبیه و نوسانات قند رو کم کرده و اثرات مفیدی روی چربی داره، روی قلب داره، وزن رو مختصری کم میکنه و حیفه که این دارو کنار گذاشته بشه.